این زندانیان افغان هنر می‌آموزند تا آینده خوبتری داشته باشند. در این زندان در شهر هرات 2500 محبوس حکم ادا می‌کنند. در این مرکز هنر آموزی 60 نفر قالیبافی، چرمگری و هنرهای دیگر یاد می‌گیرند. با این مدت 2 سال و 4 ماه میشه که ما با بلاک صنعتی کار میکنیم. همینجا خرج زن بچه خود خدا واسه همینجا پیدا میکنیم. 15 سال است، تقریبا 8 سال تیر شده، 7 سال دیگه بمونه. ما فعلا تقریبا حدود 100 سال میشه به صنعتی مشغول می کار صنایع همین کیفای دستی زنانه همینا تولید میکنه. بسیاری از زندانیان برای غارتگری و قاچاق مواد مخدر جزا گرفتند. مقامات زندان امیدوارند که هنر به محبوسان امکان می‌دهد بعد رهایی به راه راست روند و روزیشان را یابند. اینا عرف‌آموزی میکنن و شغل یاد میگیرن و هدف ای است که اینا افراد مفید و صالح اینجا تجدید تربیت بشن و به جامعه افراد صالح پس تقدیم بشن. شعبان 28 ساله برای غارتگری مسلحانه به 16 سال زندان محکوم شده است. او قالیبافی با تجربه شد و به زندانیان دیگر نیز هنر می‌آموزد. همینجا شاگرد تربیت میکنم که بخیر بیرون آزاد شونه، دیگه دنبال خلاف نره، بره دنبال یک لقمه نان حلال، دنبال آزادی. دیگه اینجا محبس دیگه نیای، هر کس اینجا آزاد میشه آرزو میکنم دیگه کس به محبس برنگرده. محبس جای خوبی نیست. ترک مرکز پس از 8 ساعتی کار و هنر آموزی و بازگشت به اتاقهای زندان، مقامات میگویند نیت دارند که زندانیان بیشتر را هنر یاد دهند تا آنها به زندگی در پشت این دیوارها آماده شوند.